یه روز عادی از زندگی دانشجویی من در چین، جایی که چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ جغرافیایی مسافت زیادی با ایران داره. سلام، خوبی؟ اینجا همه چی متفاوته، حتی قوانین رانندگی، ولی کم کم بهش عادت میکنیم. Why are we parking outside? معمولا با ماشین امکان ورود به دانشگاه وجود داره، ولی به دلیل تخلفات رانندگی که من در محوطه دانشگاه داشتم امکان ورود با ماشین من وجود نداره و پلاک من ممنوع شده. ایوا. دانشگاه ما با سیستم تشخیص چهره ما رو کنترل میکنه و در صورتی که دانشجو یا استاد این دانشگاه باشید گیت ورودی براتون باز میشه. برای راحتی حمل و نقل داخل محوطه دانشگاه دوچرخه هایی تعبیه شده که با اسکن QR روی دوچرخه و باز کردن اون میتونید از دوچرخه استفاده کنید. به ازای هر نیم ساعت استفاده 1 یوان هزینه برای شما در نظر میگیرن. الان داره باز میکنه و دوچرخه باز. Wanna race? اوکی. 1, 2, 3. We are here. And this is our teacher. بریم بعد از کلاس یه سر به غذاخوری دانشگاه بزنیم. اینجا یکی از 16 سالن غذاخوری محوطه دانشگاه ماست.
بسیار بعد از انتخاب کردن غذای مورد نیازتون بر حسب وزن غذایی که گرفتی محاسبه و پرداخت می‌کنید. Maybe cat. اینا عاشق سبزیجاتن، همونجوری که دارید ملاحظه می‌کنید. همونجوری که ملاحظه می‌کنید غذایی که مهمت انتخاب کرد 18.8 یوان شد. حالا توی ویدیوهای بعد توضیح کامل می‌دیم. You shall put it here. I don't have any space. Then I don't know. There is a spoon. The rice here is unlimited, right? Yes. You can refill it again. Yeah. اینجا برنج بی نهایت میتونید پر بکنید و هیچ محدودیتی وجود نداره. I don't take risk. Where did you find this? This one. Salad dressing. This one mustard. Very bad. Is it cold? Nah. حالت معمول بعد از اینکه غذا خوردن تموم شد بعد ظرف رو تمیز مسئولی بدی که ظرف‌های استفاده شده رو جمع آوری میکنه. ولی خب ما اینجا الان پیدا نکردیم. بعد از غذا تو این هوای گرم تابستونی بستنی میچسبه. Hello.
你好，我还有一个冰淇淋。好。还有一个。没关系，这会不忙，等会忙的时候。啊，谢谢。好。A few inches later. 3 weeks later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... خب اینم از کلاس آخر امروزمون که تموم شد. بریم که با دوستای چینیمون ماجون بازی کنیم. This is Food Street. There are many restaurants. همونجور که ملاحظه میکنید همه غذاهای خیابونی توی این کوچه پیدا میشه. تو هر کوچه یه سری گاریای موتور سوار هستن که هر غذایی که فکرشو بکنی، از نون که اونجا ملاحظه میکنی قشنگ مثل نون بربری خودمونه. اینا معمولا مسلمانای چینی هستن، مربوط به استان شینجیان. شینجیانی بهشون میگن شینجیانی، که نون، سمبوسه، هر چیزی که شما فکرشو میکنید تو ایران میتونید پیدا کنید اینا میپزن، که مربوط به خمیر باشه، خمیر و گوشت در واقع. Coconut. کوکونات چینی ظاهرا، چون کوکونات نباید این رنگی باشه. 老板说 hello。非常好喝，非常好喝。对，非常甜的。海南椰子，新鲜椰子。 سوراخ تمیزم باز کرد و الان احتمال یه نی هم بهش اضافه میکنه. نی هم داد، گرفتیم در واقع. و تمام به همین راحتی آب نارگیل میشه خورد. Gel. Ancient Chinese table game. Mahjong. Press the button. 谁赢了？我赢了，为啥？因为我是5，你是4。不是，你是3。啊，你。好，你开始，你开始。哎，从这边数还是从这边数？从那边。你干嘛？是我呀。他的，不是他的，他的。这样不是这这边找的。这样的。没事，他的顺序就乱了。哎，让他自己拿。Take. 4. 就这样。然后钉，然后这样，然后你看他，哎，然后你看，
اوکی Very good. Good. Abi. As I told you, Ah. take one and give one. Wait, now she plays. 等一下啊。 I don't remember the Chinese numbers. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I know, but I mean the 等 shapes. 一下。 Like 1 stick, 1, 2 sticks, 2, 3 sticks, 3. 哎，我没拿，直接出了。拿一下吧。 Dema. What's this? Take one. I already and- take one. Okay, give okay, one. okay. What's this? Three. 7 1, 2, 3, 4, 5. 什么意思？ 5. 哎， 5. 我知道这是 five。我教他了，你没关系。بازی به شدت حساسیه، به جای باریک کشیده شده و صد البته من هیچ ایده‌ای راجع به این بازی ندارم. 你有这个吗？没有，这个是8。خب دوستان بازیمون هم تموم شد. ساعت 11 شب داریم میریم به سمت خونه تا ویدیوهای بعدی. خدا یار و یاورتون. توی ویدیوهای بعدی حتما یه گیووی هم داریم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.